دستمون خیلی آروم ملایم میذاریم تو قسمت در واقع پشت گردن و یه ماساژ خیلی خیلی سبک تو قسمت شونه اینا میدیم تا دست ما با بدن اون کسی که داریم این کارو انجام میدیم یه ارتباطی برقرار بکنه. بعد از اون زحمت میکشید، درست با 2 تا انگشتا زحمت میکشید این برجستگیایی که پشت سر وجود داره رو خیلی ملایم شروع میکنید به ماساژ دادن. یه 30 ثانیه که اینو آروم آروم شروع میکنید به ماساژ دادن خودتون متوجه میشین خیلی خیلی آرام بخشه و اصلا اگر ادامه بدید در واقع اون فرد اصلا یه احساس رخوت خوبی میکنه، آماده میشه که یه استراحت در واقع خوبی داشته باشه. بعضی موقعی که داریم کار انجام میدیم صدای مثلا خروپف خدمت شما آره اینم قشنگ احساس میکنیم و میبینید که برنامه به چه ترتیب. پس این قسمت پشت سر رو با استفاده از نوک انگشت آروم شروع میکنین کار کردن. تو قسمت بعد با استفاده از شست، حالا اگه با روغن این کار انجام بدین که چه بهتر، اگر نشد به این ترتیب آروم و ملایم این قسمت رو شروع میکنید از پشت گردن به این سمت اومدن و بعد این قسمت سرشونه شروع میکنید آروم به این ترتیب کار کردن. این مسیر رو که شما در واقع باز میکنید گردش خون تو این منطقه شروع میکنه به افزایش پیدا کردن. این میشه اون فونداسیون اصلی کار شما برای اینکه بتونید بقیه حرکات رو روش انجام بدید. بعد با استفاده دستتون رو چرب میکنید، خیلی آروم و ملایم شروع میکنید سطحی که دارید کار ماساژ رو انجام میدین و یه ذره وسیع‌تر. من برای اینکه بتونم به شما نشون بدم به این ترتیب ببینید قشنگ با استفاده از 2 تا انگشت کل این مسیر رو شروع میکنم به کار کردن. بعد برگردین ببینید عضله‌ای که الان با هم دیگه صحبتشو کردیم، عضله‌ای که درست از پشت گوش حرکت میکنه میاد اینجا. این قسمت‌ها رو زحمت میکشید با استفاده از شست یه ذره فشار میدید. ببینید این قسمت‌ها اینو یه ذره آرام ملایم یه ذره اینا رو فشار میدین. اگر احیانا دیدید موقعی که دارید اینجا رو فشار میدین تو ناحیه چشم یه موقع یا تو این ناحیه درد زیادی به وجود اومد، فشارش رو نسبتاً کم بکنید. فقط تو حین ماساژ مراقب باشید دستتون تو قسمت جلو و شریان‌های گردنی قرار نگیره. ما تمام تمرکزمون رو قسمت عضلاتیه که روی این قسمت وجود داره. با استفاده از شست زحمت بکشید اینجا رو یه ذره کار کردن. مراقب باشید این تیکری که فشار میدید یه ذره این مسیر بلع و تحت تاثیر قرار میده، برای همین فشارتون خیلی خیلی عمیق تو این ناحیه در نظر نگیرید. خیلی خیلی ملایم با استفاده از این تکنیک‌ها شروع می‌کنید این کارو انجام دادن. روغنایی که استفاده می‌کنید روغن بادوم شیرین میتونه خیلی براتون موثر باشه، روغن بابونه میتونه خیلی خیلی کارآمد براتون باشه و الی آخر. همین 30 ثانیه که الان کار کردیم گردنت از نظر گرما احساس می‌کنی چطوره؟ صداشو نداریم. صداشو نداریم. نه. بگو من ترجمه کنم. میگه گرم‌تر شده. آره. ببینید کلش مثلا در حد 1 تا 2 دقیقه ما بیشتر زمان نذاشتیم، اما همین 1 تا 2 دقیقه‌ای که ما گذاشتیم این گردش خون رو کلا تو منطقه سر شروع میکنه به اضافه کردن و به ما کمک زیادی میکنه. خب علاوه بر این مطلب بزرگواری کنید با استفاده از نوک انگشتاتون. وقتی که دارید این کار انجام میدین این قسمت پشت سر و نوک انگشتا هم حتما با نوک انگشتا این قسمت پشت سر در امتداد این ناحیه هم حتما کار بکنید. حالا من الان دارم از یه طرف میرم، شما تصور کنید که من اینجوری پنجم به این ترتیب با 2 تا دست دارم کل این منطقه رو به این ترتیب شروع میکنم به کار کردن. وقتی این منطقه رو شما علاوه بر ناحیه گردن میذارید زیر ماساژ، تمام این گردش خونی که تو اینجا وجود داره افزایش پیدا میکنه و کمک میکنه به اینکه شما در واقع وضعیت و تجربه بهتری رو به اون کسی که دارین براش کار میکنید منتقل کنید. بعد با استفاده از نوک دست قشنگ شروع میکنید به تخلیه کردن. اگر خاطرتون باشه تو برنامه‌های قدیمی من چون مرتب دوستان بزرگوار و مردم میبینم که برنامه‌ها رو بعضا دنبال میکنن، یادداشت میکنن، زحمت میکشن. قبلا صحبت کرده بودیم تو حوزه طب سنتی یک مسیرهایی وجود داره به اسم مسیرهای عروق غلاظ که این در واقع حالا اعتقاد به اینه که این سموم اینا رو تخلیه میکنه. پس ادامه ماجرا ما به این ترتیبه که تا اونجایی که برای ما مقدور هست این سموم و این در واقع فاکتورهای التهابی رو به سمت پایین در انتهای کارمون شروع میکنیم در واقع دادن. ماساژ اول خیلی خیلی سبک، تو مرحله دوم یه ذره خاطرتون باشه با هم دیگه کار کردیم، فشار آوردیم و تو استپ آخر زحمت میکشید ماساژ بسیار بسیار ملایم تموم میکنید به سمت پایین. در نظر